با نام و یاد خدا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزانی که دارن این کلیپ رو تماشا میکنن. یادم افتاد که من یک امتحان سختی داشتم که شنیده بودم دوستان من بعضیاشون تا 17 بار این امتحان رو رفته بودن، شرکت کرده بودن و افتاده بودن. گفتم خدایا چه فکری کنم که من برم و این امتحان رو همون دفعه اول قبول بشم. یک کتابی رو داشتم میخوندم که میگفتن که شما باید وقتی که میخواید یه خواسته ای رو از خداوند دارید باید احساس کنید به اون خواسته رسیدید، دیگه تموم شده رفته. من با همین خیال وارد به قولی محل امتحان شدم. یه اتفاقاتی افتاد که من بتونم راحت اون یه محدوده ای رو مشخص کردن که شما باید اینجا رو مطالعه کنید. من مطالعه کردم، این فرصت پیش اومد که بتونم از بعضیام بپرسم و رفتم امتحان و جزو نمرات شاید بالا رو توی این امتحان گرفتم. فهمیدم که وقتی انسان اون امید و اون نوید رو از طرف خداوند داشته باشه که این نعمت اومده دیگه، وقتی تو به قول امام سجاد علیه السلام که میگه وقتی شما خواسته ای رو از خداوند خواستید اون خواسته دم در، فقط باید پاشی بری اون خواسته رو برداری. یا اینکه یادم هستش که تو دلم افتاد که منم باید دکترا بخونم، فوق لیسانسمو گرفته بودم. ناخودآگاه گفتم خب حتما یه چیز راحتی از خدا خواستم. یکی از دوستان، واقعا هم دنبال قضیه نبودم، یکی از دوستان رفتم گفت بنده خدا گفت که من بارهاست که دارم امتحان دکترا شرکت میکنم چون که نیازم هم هستش، هیئت علمی بود باید دکتراشو میگرفت. به منم گفت تو هم میای شرکت کنی. منم بعد از اینکه سالها بود که ول کرده بودم بعد از فوق لیسانس گفتم چه اشکالی داره این دفعه بیاید با هم بریم امتحان. من واقعا نخوندم برای اون امتحان، شاید بگم 20 روز 30 روز وقت نذاشتم. خب دکترا بود، سال 80 خورده ای بود، یادم هستش 87 بود 88 بود دقیق، شاید تو ذهنم نباشه، اما خلاصه آماده امتحان شدم با اینکه هیچی شاید بگم از لحاظ اون کسی که باید خونده باشه هیچی نخونده بودم. اما گفتم دیگه این تو دلم بود که حتما باید این دکترا رو بگیرم، از خدام خواستم و احساس کردم دیگه من این مدرک رو گرفتم. با اینکه خیلی آماده نبودم رفتم امتحانش رو دادم، قبول شدم، پایان نامه، مقاله، همین مراحل رو با همون امید که خدا کمکم خواهد کرد و واقعا تموم شده. من مدرک دکترا رو گرفتم، بهش رسیدم. این اگه خواستیم یه هدفی داشتیم باید اینو بفهمیم که این حاجت رسیده به دست من، دیگه نیازی به خیلی نگرانی و اضطراب نیست. وقتی تو یه حاجتی رو از خداوند بزرگ خواستی دیگه نگران رسیدن اون حاجت نباش. بارها شده من دیگه فرصت این کلیپ به من اجازه نمیده به اون مثال ها بپردازم که هر کسی یه خواسته خوبی رو از خدا خواست، یه خواسته رو که تو دلش هستش از خدا خواست، حتما خداوند اون خواسته رو برآورده خواهد کرد و فقط باید نگران نباشه، مضطرب نباشه و بفهمه که خدا اون حاجت رو به قول امام سجاد علیه السلام داده و کافیه ایشون بره از دم در اون حاجت رو برداره. موفق و مؤید و منصور باشید.